مرد را با عقلش بنگر نه به ثروتش، زن را به وفایش بنگر نه به جمالش. دوست را به محبتش بنگر نه به کلامش، عاشق را به صبرش بنگر نه به ادعایش. مال را به برکتش بنگر نه به مقدارش، خانه را به آرامشش بنگر نه به بزرگیش. دل را به پاکیش بنگر نه به صاحبش، فرزند را به ایمانش بنگر نه به زیباییش. پدر و مادر را فقط بنگر هرچی که باشند بهترینند،